بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام خداوند مهربان. بازم یک تن خانواده مستحق و مریض را داریم که میبینین برادرای عزیز و خواهرای عزیز که بسیار در مشکلات بد قرار داره، نه خرج زمستان را داره. برای خودتان معلوم است شرایط زندگیشان که حتی نه بخاری نه صندلی و تفلکشان هم میبینین دوستای عزیز و میتونیم که از آن خود برادر بشنویم. سلام علیکم برادر. و علیکم. خوش آمدین. خوب هستین؟ بخیر. زنده باشین برادر. میشه اسمتان معرفی کنین؟ اسم ما کریم داراست. اما مدت 3 سال است که ما خودم از همین مریضی چربی خون دارم. در ضمن روماتیسم دارم. من نمیتونم که تا بازار برای یک سیب سودا یک بار اولاد کار بشنست. این زنکم بسیار وقت است که شکر برای نکل است. ناگاه شد قوانا تو که یک توان داشتیم کردیم دیگه حال قرار دیگه توان مانده که ما رو تداوی کنیم یا خود تداوی کنیم. اولادا کل بشنه دیگه ضمن از هر کمیتی که هر جایی که هست کمی تنظیمی آمده خدا شما را خیر بده. شما اول از خدا و شما میشه یک کمکی کنید که ما حداقل بتونیم که یا ما صحتمند شویم یک کاماری یایی که بریم تو بدون یک دو تانان و شفا بیاریم دیگه یک اجر کلان ثواب میگیریم دیگه. توکل به خدا شما میدانه کارتان. تشکر برادر عزیز. میفهمیم مشکلات درک میکنیم و شرایط خانیتان و از مشکلات خودتان هم نه معلوم خودی دیگه با این وضعیت قرار داریم دیگه خداوند خودش رحم کنه سر همه ما. شما از جناب شما تقاضا میکنیم هر دفتر و هر یک ذره کمک کنیم که تو می اولادا زمستان است کلامش تلف نشه دیگه. خداوند امرتون خوبی کنه. تشکر برادر. خیر. ببینین دیدین برادرای عزیز و خواهرای عزیز که خانوادی چقدر در مشکلات زیاد است که خانمش مریض است، شکر هم داره، مرض قلبی هم داره و خود برادر ما چشمایشون صحیح کار نمیکنه. چی برادر چی در داخل افغانستان هستین چی بیرون از افغانستان هستین، چون ما مبارک رمضان نزدیک است و ماه رجب است و همه پروردگار در مقابل حق ما شما به یک انسان یک چیز کوچک را میتونیم خداوند در مقابل زیاد بر ما شما میکنه. بازم دیگه تشکر برادر. ما خواهش میکنم از برادرای ما که به این خانوادی حق کمک کنین. خداوند اجرشان نصیبتان کنه.